خب پونه جون، با اینکه دستت خالیه ولی دست و دل بازی، یعنی همش میخوای ولخرجی کنی. یه دوراهی برات میبینم. دوراهی؟ آره، اونجوری ببین. پول چی؟ پول میبینی؟ پول میخوای چی کار؟ میخوام ماشین بخرم. ماشینا دلم میخواد پوز همه رو بزنم، مخصوصا این پورانو. نمیدونی چه کلاسی برای من میذاره. اینهاش موش آتیش زدن. بله؟ باز کلاس بودی فاز برداشتی؟ زود بگو مهمون دارم. اگه بیای پشت پنجره منو میبینی. باشه الان میام. بچه ها ببخشید الان برمیگردم. ای بابا، اون یکی قرصم گمونم رو میز بود. باشه شما برو، اگه پیداش نکردی میام پیداش میکنم برام. پس کوشی نکنه پشت این وانته داری خربوزه جمع میکنی؟ یه لحظه فکر کردم تو این ماشین مشکی. این دفعه رو درست فکر کردی عزیزم. That's right. مال کیه؟ مال کی باید باشه عزیزم؟ That's mine. سر به سرم نذار، تو رو خدا بگو مال کیه؟ ارسلان برای روز تولدم سورپرایزم کرد. یعنی اینو ارسلان برات خریده؟ عزیزم چشماتو بمالی میفهمی که خواب نیستی. It's real. 0 تا 100ش 11 ثانیه است. سیستم تهویه کامل هوا، سیستم پخش کامل. چه عالی. الان تهران 2 ساعت دیگه با 160 کیلومتر شمال دریا. الان اینجا لتر شیراز. خوش به حالت. اصلا باورم نمیشه ارسلان برات اینو خریده باشه. این دو تا داداش چقدر با هم فرق دارن، برعکس اردلان هیچی نداره، این حابیل و قابیل میمونن. مبارکت باشه عزیزم. دیگه گذشت اون زمان که بخوام با کیف و کفش و علنگو و اینجور چیزا سرمون رو شیره بمالن. دمش گرم هر کی گفته نیو کار نیو لایف. جانم کی میای خونه؟ قرار شد بیایم با هم بریم یه جا رو ببینیم واسه آرایشگاه دیگه. زود بیا دیگه. چیزی شده؟ کارت دارم. خانوم خونه. سلام مادر. سلام پسرم، خسته نباش. قربان شما. سلام علیکم. سلام. چی شده؟ ارسلان برای پوری ماشین خریده. ماشین خریده؟ ارسلان خلوچه رفته ماشین خریده؟ بابا اون گورش کجا بود که کفن داشته باشه؟ الان 3 ماه 200,000 تومان به من بدهکار، امروز و فردا میکنه، بعد رفته ماشین خریده؟ من که باور نمیکنم. سر کارتون گذاشته. بیرون رو نگاه کن، ماشین رو میبینی، ماشین مشکیه. آره؟ عجب خریه ها. این چه کاری رفته کرده؟ اصلا مگه من تو قرار نبود با هم دیگه بریم یه جایی رو ببینیم؟ واسه آرایشگاه. خب پاش بریم دیگه. اگه نمیریم من لباسامو عوض کنم. چرا میرم؟ خونه جون خیر باشه ایشالله. کجا؟ یه جا برای آرایشگاه بهم پیشنهاد دادن، داریم میریم ببینیم. بیاین بالا میرسونمتون. نه ممنون، خیلی دوره، به زحمت میافتیم. ابرقو هم که باشه میرسونمتون. بیاین بالا. تعارف نمی‌کنم، اتفاقا از ابرقو هم دورتره. چه اشکال داره؟ تا حالا 4 تایی با یه ماشین بیرون نرفتیم. بیاین تعارف نکنیم. زندگی بدون ماشین مفت گرونه والا. خب ماشین داشتن بد نیست، اما به شرط اینکه با درآمد آدم تناسب داشته باشه، با وضع زندگیش جور باشه، و الا توی هچلی میفته که باز مجبوره بشینه تو خونه و خون و دل بخوره. ولی اگه با فقر و بیپولی بسازه، جیکش هم در نهایت همه آرزوهاشو با خودش ببره تو گور، میشه آدم حسابی. نه برادر من، تو بازم اشتباه فهمیدی منظور من.
آدم بره پول در بیاره، تواناییشو داشته باشه، خرج کنه، خونه بخره، ماشین بخره، سفر خارجی بره، نازش هستش که بعدش میاد. اما حرف من یه چیز دیگه است. من میگم که با درآمد کم ریخت و پاش آنچنانی تهیشا میرسه به زندان یا باید بری کار خلاف بکنی. تموم شده رفت. وقت به خاطر خریدن این ماشین اونم دست دوم داری منو وعظ میکنی؟ من از زندان میترسونی؟ صلوات بفرستیم. اومدیم خوش باشیم ها. دعوا نکنیم. عزیزم این بحث منافاتی با خوشیمون نداره. داریم صحبت میکنیم. آخرش معلوم میشه حق با کیه، کی ناحق میگه. باشه عزیزم، حق با شماست. ولش کن بیخیال. اصلا حق با شما. کم آوردی جا زدی؟ ببین هر طور دوست داری فکر کن. بس که تو این بنگاه‌ها تنت خورده به تنه زمین خارا و کلاهبردارا هوایی شدی. شما که تو اون اداره به کمالات رسیدی آقای با کمالات، بگو اینم ماهیانه 1 میلیونی که از این اداره میگیری اگه همشو جمع کنی 1 قرونش هم خرج نکنی تا آخر عمرت میتونی یه خونه 60-70 متری بخری؟ میتونی یه مغازه 2 در 2 تو بازار بخری؟ والا به خدا اگه بتونی اون وقت با کمال سادگی اینو عدالت میدونی. نه مثل این که تو کلا فکرت مسموم شده. خدا به دادت برسه. چی میخوای بشی تو آخرش؟ من هیچ چی نمیشم. وایسا ببینم تو چی میشی. بس کنین تو رو خدا. تکتیزی اینجاست. به نظر من اصلا پیاده هم نشو. بریم. چته دخترم؟ هیچی، حوصله ندارم. حق داری. تو خونه که ونگ ونگ یه بچه توش نباشه خونه نیست که. تو هم اگه مثل پوران سرت به یه بچه گرم بود فکر یعنی که تو سرت نمیافتاد. اردلان نمیتونه یه زندگی ساده رو اداره کنه. حالا پس فردا بچه هم بیاد دیگه هیچی. هر آن کس که دندان دهد نان دهد. بچه با خودش برکت میاره، روزی میاره، عشق میاره. زندگی ها تغییر میکنه، بهتر میشه. حوصله کن عزیزم. تو هم ماشین میخوای نه؟ ماشین؟ نه. آره منم ماشین میخوام. خب اینو که چند بار گفتی منم گفتم چشم. خب 3 سال داری قولشو بدی پس کی؟ توی اولین فرصت. بالاخره این اولین فرصت کی میرسه؟ نمیدونم. نمیدونی یا نمیخوای؟ خب پسرم براید دست دوم براش بگیر. زن جوونه آرزو داره. من ماشین خارجی میخوام. میگن یه دیوونه که یه سنگو میندازه توی چه 100 تا عاقلم نمیتونن درش بیارن همینه. این ارسلان خلوچه رفته یه غلطی کرده به ما رو چجوری انداخته تو هچلا. آخه تو شوخیت گرفته؟ من از کجا برم واسه تو ماشین بخرم؟ یه چیزی بگو که بگنجه. ارسلان چطوری تونسته؟ درآمد هر دوتون یکیه دیگه. آخه مادر من شما دیگه چرا؟ بابا با این تورم و گرونی که همه 8شون گروی نوعشونه این خانم تو این هیروویر هوس ماشینش کرده. تو اصلا فرض کن من همین الان میخوام برم واسه تو ماشین بخرم، کو پولش؟ بابا یه چیزی بگو که بگنجه، اینقدر نره رو اعصاب من. من تصمیم خودم گرفتم. من دیگه نمیتونم با این وضع ادامه بدم. بله. بعد اون وقت فکر نمی‌کنی واسه این تصمیم عاقلانه یکم دیر شده؟ این فکر رو باید قبل از ازدواج می‌کردی. اتفاقا فکرشو کرده بودم. فقط اشتباه عذاب در اومد. حالا میخوام جبران کنم. بهتر بود خودت به وعده قبل ازدواجت فکر می‌کردی و زیرش نمی‌زدی و عمل می‌کردی. کی بود میگفت هر چی بخوای برات فراهم می‌کنم. نمی‌ذارم هیچ آرزویی تو دلت بمونه. حالا که خرید از پل گذشت خوب حسابم گذاشت کف دستم. من الان دارم واضح حرفم میزنم. اگه این زندگی برای تو خوبه برای من عذابه. ای بابا خجالت بکشین. ببین سری یه که آهن پاره چه چیزایی دارین به هم میگینا. آخه مادر من ایشون حیازن اینجا نشسته، ببین چی داره میگه. عین بچه‌ها شده. من یه دونه دوچرخه هم نمیتونم بخرم، بعد برم واسه ماشین بخرم. حرفاتو واضح زدی، پس واضح هم گوش کن. من نمیتونم هیچ کار واسه تو بکنم، هیچ چی هم نمیتونم واسه تو بخرم. حالا هر کاری که به نفعته برو همون کارو انجام بده. شک نکن همین کارو میکنم. تو 3 سال هیچ کاری نکردی. الان دارم بهتون میگم این زندگی از نظر من تمومه.
به خدا اگه یک کلمه دیگه هر کدومتون حرف بزنین یه بلای سر خودم میارم ها. شیدا جان غذات کو؟ امروز از حول دیر کردن یادم رفت بیارم. اردلان جان آقای عزیزی با اجازهتون ما داریم میریم نهار. افتخار بدین مهمون منین. تعارفم نمی‌کنم. شما لطف داری آقای شیروانی، ولی کلا امروز اصلا اشتها ندارم. در صورت ما در خدمتتون هستیم. شیدا جان پاشو یه دقیقه بیا اینجا. خدا تعارف نمی‌کنم، ما سیرم. آقا پاشو بیا رئیس تیم، پاشو ببینی. خیلی کتلته. البته به دستپخت همسر شما نمیرسه، ظاهر و باطن. با اختیار دارین. این حرفا چیه؟ بسم بفرمایید. الله. این شیروانیه نه زن داره نه بچه، مجرده. صبح و شب هم داره کار میکنه، سلطان بی تاج و تخته. هر روز میره رستوران. خب معلومه منم جای بودم هر روز میرفتم رستوران. میگم این روزا که اداره است، شبا هم که میره کار میکنه، بس کی میخوابه؟ همین خفاش با این خفاشش صبح رو میخوابه. ولی این هم صبح میره سر کار هم شب میره سر کار. نوش جان بفهم. چیه؟ باش که تو قیافه دمنگی با زنت دعوت شده؟ نه بابا نه. دعوا چیه؟ ببین من داداش بزرگتر تو بالاخره 10 تا پیلان از تو بیشتر پاره کردم یا نه؟ بگو دردت چیه به من بگو. از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون. این برادر ما رفته واسه زنش یه مگان خریده، زن ما هم پاشو کرده توی کفش که الا و بلا باید بریم یه جایی بالاتر واسه من خونه بخریم. خب ملک میره هر روز بالا برش بخر اگه وضعت خوبه برش بگو. عزیزی جان تو که دیگه از اوضاع من باخبری. بعضم که خوب نیست بماند، خیت هم هست. من یه وامی برات آماده کردم ولی اونقدر نیست. آقا این وامو که گوشتم واسه عمل پرتز پای مادرم. آقا تو یه کاری کن، چیکار کنم؟ خالی ببند. نه نگو یه ذره خالی ببند تو زندگی. ایرادی نداره که خالی ببند زندگی کن. سلام علیکم. سلام. حال شما خوبه؟ مرسی، بفرمایید. خونه است؟ بله خونه است. خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام. سلام داداش. چطوری؟ بشین. یا آی خدای من. چه خبر؟ سلام عمو. یو ببینم عمو. یواش بابا. آی عمو خفه شدم. عمو رو اذیت نکن بابا. بیا اینجا. بیا بابا. بیا بابا. بودو. خسته از سر کاله ما بشین اینجا. چه زوری داری ماشاءالله. بزرگ شده دیگه، بچه‌ها بزرگ میشن ما هم پیر میشیم. چه خبر؟ خوب شد اومدی داداش، یکم با تند حرف زدم. البته به پوران هم گفتم باید برم از دل اردلان در بیارم. یکم هم خودم به هم ریختم تو این روزا. ولی خداییش به جون پوران همش درد دل برادرانه بود. هیچ قصد و غرضی هم توش نبود. در هر صورت منو ببخشید، من معذرت میخوام. ببین برادر من از تو ناراحت نیستم، از حرفاتم ناراحت نیستم، چون دیگه ضد ضربه شدم به حرفات. ولی از ماشین خریدن بی‌موردت چرا؟ خیلی داغونه. خیلی. ای بابا باز برگشتیم سر جای اولمون، همون آش همون کاسه. آخه برادر من فرض کن ما اصلا داداش نیستیم، همسایه‌ایم. داخل همسایه نادون. همین ماشین خریدن بی وقت تو باعث شد که زن من قهر کن. دست شما در نکن. دست در نکن. زن من قهر کنه بره خونه مادرش، حالا مادر خودمون کی جمع کنه؟ حداقل شماها تا برگشتن پونه یه زحمتی بکشین بیان یه کمکی به من بکنین. آخه من که نمیتونم مادر رو جمع بکنم. آقا اردلان اگه پونه برنگشتی اون وقت باید چیکار کرد؟ من همین بچه داری برای خودم کافیه، مادر داری دیگه پیشکشتون. خودتون هم میدونید مادرتون ما هم میونه خوبی نداره. از اولش هم با ازدواج من و ارسلان مخالف بود. از همون موقع کینه کرده. منم اگه بخوام اون نمیخواد. چه بگم؟ زنمون کجا رفته؟ چونه من برگ داداش، پول این ماشین ها کجا آوردی؟ نمیتونم بگم، یعنی الان نمیتونم بگم. خلاف کردی؟ ها؟ اینو که میتونی بگی آره یا نه؟ آره. آره یعنی این که میتونم بگم، مردونه نه.
البته فرقی هم نمیکنه دیگه. تو تمام تلاشتو داری میکنی که زندگی ما رو بدی به باد. حالا بگو ببینم این پونه حرف حسابش چی اصلا؟ نمیدونم والا. یه ساعت باهاش صحبت کردم که از خر شیطون بیاد پایین، اما بازم توی همون رستورانی که قبل از ازدواج باهاش قرار میذاشتم با هم قرار گذاشته. آخه اونجا چرا؟ میگه میخوام باهات صحبت کنم، اما نه جلو خانوادت. سلام. چقدر زود میگذره نه؟ انگار همین دیروز بود اومدیم اینجا نشستیم با هم حرف زدیم، از خودمون گفتیم، از خانواده هامون گفتیم، از محدودیت هامون گفتیم، بعدم تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم. یادش بخیر 3 سال گذشت. ببینی اینجا هیچی تغییر نکرده، میز و صندلی ها همونه، در و دیوار همونه، ولی تنها چیزی که تغییر کرده فقط من و تویی. خب تغییر لازمه. اگه تغییر نباشه زندگی خسته کننده و یک نواخت میشه. آره خب پیشنهادت چیه؟ اگه روز اولی که اینجا اومدیم و نشستیم و حرف زدیم یادت نرفته باشه، من تو برای یه زندگی خوب و مرفه با هم شروع کردیم. من به خاطر تو از همه چیم گذشتم، اما تو چی؟ تو به خاطر من چی کار کردی؟ خب آخه چی کار باید میکردم که نکردم؟ من که همه تلاشمو کردم. کوتاهی کردم؟ آخه وضعیت اقتصادی رو که داری میبینی، این مشکل من که نیست، مشکل همه است. آره تو همین اوضاع بد خیلی به پول و ثروت رسیدن، اما تلاش کردن. آره اونا به پول و ثروت رسیدن، ولی چجوری رسیدن؟ با دزدی کردن، با مال مردم خوردن، با حق و این ور اون ور کردن. بابا اونا که پولدار شدن از 100 جا دارن حمایت میشن. من با حقوق کارمندی دارم زندگی میکنم. زندگی این بوده 30 سال اینجوری بزرگ شدم. پدرم هم کارمند بوده، خودم هم کارمند بودم. من کسی رو دارم حمایتم کنه؟ من اینطوری فکر نمی‌کنم. اینا همش بهونه است تا از زیر بار مسئولیت شونه خالی کنی، تا ضعف و ناتوانی تو پشتش پنهون کنی. من ضعیفم؟ آره تو راست میگی. اصلا من ضعیفم. اصلا من بی‌لیاقتم. خب اینا رو تو درست میگی، ولی تو باید هی بکوبی تو سر من. باز شروع شد. تا من یه چیزی میگم فوری قاطی میکنی. من دارم قاطی میکنم؟ من دارم حرف میزنم با تو. ببین اردلان، من و تو به هم دیگه علاقه‌مندیم، همدیگه رو دوست داریم. من و تو برای یه هدف مشترک با هم دیگه شروع کردیم. درسته؟ درسته. خب موفق نبودیم. من میگم بیا از این به بعد هر کاری که میکنیم برای این باشه که به یه هدف مشترک برسیم، نفع هر دوتامون توش باشه. قبوله؟ خب آره دیگه، منم دارم همینو میگم. قبوله. اگه حرفت حرفه، از این بعد هر کاری که میکنیم باید برای این باشه که منافع جفتمون رو در نظر بگیریم. خب این خیلی خوبه. خب حرف حق داری میزنی دیگه. خب این که خیلی خوبه. من چشم هر چی تو بگی منم دارم همینو میگم. خب باید همدیگه رو باید درک کنی، باید بفهم. جدی باش. جدی دارم میگم. بابا به خدا دارم منم جدی میگم. بابا حرف حساب که دیگه جواب نداره. داری درست میگی باید هم دیگه درک کنی. خب بابا حرف منم همینه. تو این 3 سالم به خدا من دارم همینو میگم. جان ما دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم. نمیتونیم با هم زندگی کنیم؟ چون به جای اینکه همراه هم باشیم مانع همین. پس این همه سفسطه بافی و مقدمه چینی واسه این بود که اینو بگی؟ برای خوشبختی عشق لازمه، ولی واقعا کافی نیست. اون وقت اگه زورم میرسید و واسه ماشین میخریدم هم لازم بود هم کافی؟ نه، بحث ماشین نیست. چرا اتفاقا بحث تو ماشینه؟ تو ماشین میخوای؟ نه، من نمیتونم دیگه تو خونه تو با حقوق کارمندی زندگی کنم. من نمیتونم بشم پرستار مادرت. تو قرار نبود که پرستار مادر من باشی؟ مادر من الان مریضه، باید پروتز پا براش بذارم. اصلا هر جو که راحتی، هر جو که دلت میخواد بکن. من دیگه نمیتونم. اتفاقا من خوب میفهمم که تو داری چی میگی. این عشق و علاقه و اینا همش کشکه.
تو از اول نمیخواستی با من باشی، تو اصلا خوشبختی رو با من نمیدیدی. فکر کردی من احمقم؟ فکر کردی من نمیفهمم؟ فکر کردی وقتی که من میام تو خونه شلوغه، خونه به هم ریخته است نمیفهمم؟ اصلا تو چرا نمیخواستی ما بچه دار بشیم؟ وقتی من میام تو خونه تو داری پچ 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 با دوستات حرف میزنی، تو خونه من شلوغه، تو اینو نمیخوای، من اینو میفهمم، تو نمیخوای که با من زندگی کنی. ببین اتفاقا منم آدمی نیستم که وبال باشم و چیزی رو بخوام به تو تحمیل کنم. منم نمیخوام چیزی رو به تو تحمیل کنم. پیشنهادت چیه؟ من طلاق میخوام. طلاق میخوای؟ تو از من طلاق میخوای؟ آره. طلاقت میدم. آره طلاقت میدم. کی؟ هر وقت تو بگی. همش تقصیر توه. من که از اول با این وسط مخالف بودم. میدونستم این دختر داره خودش رو حروم میکنه. منتها هیچکس به حرف من گوش نکرد. ولی حالام دیر نشده. ضرر رو از هر جا جلوشو بگیری منفعته. خوشبختانه بچه دار که نشدن. خوش بر رو هم هست. خانم چرا عین ورور جادو هی داری حرف میزنی؟ تو به جای که مشکل اینا رو حل کنی داری نمک رو زخمشو میباچی؟ مامان چی دارید میگید؟ به نظر من مشکل پونه و اردلان اصلا مشکلی نیست. شما دارید زیادی جدیش میگیری. حق داری دیگه. توی زندگی خوب داری، یه پات ایرانه یه پات اروپا. خوشی زده زیر دلت. خواهر من اتفاق خوشی زده تو رو زده. همه چیز زندگی که پول نیست. مهم صفا و صمیمیته که خوشبختانه تو داری ولی قدرشو نمیدونی. اگه میخوای عاقلانه فکر کنی میبینی کار درست رو تو کردی و کار اشتباه و من. ولی حالا فکر میکنی برنده منم و بازنده تو. به خدا من که سر در نمیارم دخترم. من نمیدونم چی آقا به تو بگم. این شوهرت پاکه، نجیبه، انسانه. آخه تو چی میخوای؟ تو باید این شوهرت رو بذاری رو سرت حلوا بکنی. اون وقت ببینم فیلت حواس هندوستان کرده. علی سلام. اگه هنوز پای حرفت هستی یه تاریخ مشخص کنیم بیا تکلیفمون رو روشن کنیم. ببین ما باید در مورد این موضوع بیشتر با هم صحبت کنیم. بابا به خدا مسئله کوچیکی نیست که تو اینقدر داری زود در موردش تصمیم میگیری. باشه حرف بزنیم. کجا بیام؟ به نظر من بیا جلو خانواده‌ام صحبت. آره بهتره اصلا شب بیا اونجا. باشه پس من شب میام خونه. خداحافظ. خداحافظ. چی رو میخوای ثابت کنی؟ مادر جون، پوران جون، آقا ارسلان، من طلاق میخوام. اردلان راضی نیست. مقصر منم. حالا حله؟ چی رو حله؟ شماها چتون شده؟ چی میگی پونه جون؟ با هم خوب بودین که دیوونه شدی؟ نه عزیزم تازه من عاقل شدم. زشته به خدا. حداقل بگیم چی شده. تو رو خدا حرف از جدایی طلاق نزنید. ازدواج ما از اول اشتباه بود. ما دنیاهامون با هم فرق میکنه. احترام همو داریم ولی حرف همو نمیفهمیم. اردلانم با من موافقه. ما حرفامون رو زدیم، صحبتامون رو کردیم، به نتیجه هم رسیدیم. مگه نه؟ نه خیر، من اصلا موافق نیستم. من این زندگی رو دوست دارم. دوست داری؟ بله دوست دارم. ولی من ندارم. انقدر تو نرو دخترم. یه شبه به این نتیجه رسیدی؟ نه مادر جون، من 3 ساله دارم تو این زندگی زجر میکشم، هیچی نمیگم. ولی من با طلاق مخالفم. تو یه اشتباهی کردی دلیل نمیشه که منم همون اشتباه رو تکرار کنم. زدی زیر حرفت؟ اینطوری نبودی. الانم نیستم. ولی خب ناچارم. تو ماشین میخوای، خب برات میخرم. هر کاری دیگه ای هم که بخوای برات میکنم. اما طلاقت نمیدم. آره بذارم. اگه میتونی براش بخر، شر رو بخوام. همین کارو میخوام بکنم مادر. چشم. چطوری؟ من نمیگفتی پول یه 2 چرخه هم نداری؟ جورش میکنم. آخه یه حرفی بزن که بتونی انجامش بدی داداش. چرا قول الکی میدی؟ من اگه حرفی میزنم پشت وای میستم.
بله انجامش میدی، ولی به عاقبتش فکر کردی؟ برای بنده باعث افتخاره که در خدمت شما باشم. منم سعی میکنم که ماشین رو شما معرفی کنم برازنده شما باشه. این ماشینی که عرض کردم خدمتتون فول آپشنه. گرم کن داره، سرد کن داره، مانیتور بزرگ داره، سنسور پارک داره، سیستم صوتیش 8 اسپیکر داره، در واقع چرم دستی داره. من در خدمتتون هستم. حالا حق انتخاب با شماست. ببخشید من هم ماشین اولیه رو پسندیدم، سفیده. حق انتخاب با شماست. انتخابت عالی بود، هم قیمتش مناسب بود، هم کلاس داره و اردلانم زیاد فشار نمیاد. میدونی چند سال انتظار این لحظه رو داشتم؟ حالا که قراره توی 1-2 روز ماشین تحویلم بشه اصلا آروم و قرار ندارم، هیجان دارم. حالا من یه چیزی رو بهت نگفتم، خبر نداری. چی؟ دلیل تو رو از من خواستگاری کرد. دلیل؟ آره دیگه، همون نمایشگاهیه. تا بهش گفتم جاریمی و شوهر داری بیچاره دمق شد. چه دمق شدنی. هر جای غریبه که میریم اغلب همینطوریه. اردلانم که فوری حالش گرفته میشه، هر چند سعی میکنه چیزی نگه و برو خودش هم نیاره. تو هم چیزی نگی یا ولی حاضر نمیشه از اینجا خرید کنی. اوکی پرامیس. این زن و شوهر هر دوشون کم دارن ها. حالا اردلان یه چیزی گفت قائله رو ختم کنه. این پونه ساده هم باورش شده. منو کشون برداشته برده نمایشگاه ماشین 100 میلیونی بگیره. کاش بودی میدید جلوی حساب نمایشگاه چجوری از خجالت آب شدم. بپرسم بیا بخور. خدا کنه آخرش شرطیم بیا پایین. ولی اگه این دوتا باز با هم قرار کنن مامانو باید نگه داریم ها. اوه خدا رحم کنه، خودشه. فراری هانی؟ یه دقیقه در پنجره کارت دارم. خریدنش و بردنش. خاک بر سر خرش. خوب شده؟ آره. فکر کنم اشتباه کشیدم. این کیو درسته. صندوقو بزن، صندوق. صبح خانم بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید. تو وای نستو دیگه بابا جون، برو از خود پذیرایی کن. شما حاضری ممنونم، متشکرم. پس اینجا ممنونم. بریم دخترم، خیلی ممنون. نوش جون همتون، نوش جون همتون. بفرمایید برم من زنده باشید. خب همگی بفرمایید شام. بفرمایید. خواهش من خودتون پذیرایی کنید. بفرمایید. بفرمایید. البته یادتون باشه اینو دخترم درست کرده ها. افتخارش دست بزنید. اگه اقساط 60 ماه هم بسته باشه با 20% پیش پرداخت باید ماهی 2 میلیون تومان بده. بنده خدا همش ماهی 1 میلیون تومان حقوق میگیره. اینجا بفهم تو بعد تسلی افتاده. خدا باش رحم کنه. با این اوضاعی که تو میگی باید معجزه بشه. اگه معجزه هم نشه مقصرش ما دوتاییم دیگه. مقصر خودشونن، باید مسئولیت کاراشون رو به عهده بگیرن. به حرفی که میزنی اعتقاد داری؟ تو مسئولیت کاراتو به عهده میگیری؟ گرفتی؟ نه. بگو مامان جان، بگو بازی نکن با غذات. اصلا فکرشو نکرده بودم تو این چند روزه یه نفرم واسه کپ و رنگ و مو و ناخون و هزار تا کوفت و زهرماره دیگه نیومده. حالا میخوای چیکار کنی؟ چیکار میتونم بکنم؟ باید یه کاری کرد دیگه. حالا تو فعلا سواری تو بکن، منم دندم نرم، باید یه کاری بکنم پولشو جور کنم دیگه. ببخشیدا
این پیشنهاد راه حلی بود که خودت دادی. بله خودم دادم، ولی شما هم گفتین که من کمکت میکنم تو اقساطش، نگفتی؟ من که کف دستم بو نکرده بودم. از کجا میدونستم هیچکی نمیاد واسه آرایش؟ بعدم روزی که تو گفتی ماشینو میخرم، من برای اینکه کمکی بهت کرده باشم گفتم اوکی قسطشو من میدم. حالا خیلی دیر نشده. اگه خیلی ناراحتی میتونی تو رستوران یه جلوی مادر و پوران و ارسلان جلوی هر کی که تو دلت میخواد در موردش حرف بزنی. من سر قولم وایسادم، اما تو نه، همراه خوبی نبودی. من؟ بله جناب عالی، تو کم آوردی. هر موقعم که کم میاری اسم اون رستوران کوفتی رو میکشی وسط. باشه آقا اردلان باشه، یادت باشه. چی فکر میکردیم چی شد؟ اردلان جان، جانم مادر. حالا چی کار میکنی؟ درست میشه مادر جان، شما خودتو ناراحت نکن. طلاهای منو بفروش. من طلا میخوام چیکار؟ واسه همین روزا نگرش داشته بودم دیگه. آخه اون طلا قوت قلب شماست مادر، اونا رو واسه چی باید بفروشم؟ قوت قلب من آرامش بچمه. بفروشش. شما نگران نباش، جورش میکنم مادر جان، جورش میکنم. حسن جون ببخشین یه دقیقه. یه دقیقه باید کار داشتم. راستش یه دست اندازه‌ای جلو پام درست شده که از پسش بر نمیام. حقوقی هم که از اینجا میگیرم جواب گوش نیست. بچه‌ها گفتن که تو یه کار دومی داری. خواستم ببینم اگه میتونی یه راهنمایی منو بکن. خیلی گیر کردم. اهل کار هستی؟ آره بابا، هر کاری باشه، هر چقدرم سخت باشه انجام میدم. از سیاهی که دیگه بالاتر رنگی نیست. اصغر جون دستت درد نکنه، 2 تا آبدارشو گذاشتی دیگه. بله. دستت درد نکنه، خسته هم نباشی. ببین اردلان جون، هر چی فکر کردم چه کاری واسط مناسبه، عقلم جایی قد نمیاد. بزن سرد نشه. حساب ما از بقیه جداست. ذاتاً آدم اداری نیستم. نمیدونیم ما به اداره تحمیل شدیم یا اداره به ما. آقا بزن سرد نشه. یادم از قربون افتادم. از بچهای همین خطه، آدم خوبیه. بنده خدا واسه دیسک کمرش دکتر بهش گفته روزی 6 ساعت بیشتر نمیتونه کار کنی. گرفتاره، درگیر زن و بچه‌شه، خرجیش زیاده. دیدم از این ور تو هم مشکلات خودتو داری. گفتم که دستتون رو بزنیم تو دست هم دیگه، هم مشکل تو حل شه هم مشکل اون. ولی گفته 60 شه. خب ماشین از اونه دیگه. یه چیزی هم بگم خدای نکرده زبونم لال اتفاقی واسه ماشینش بیفته، تصادف کنی چیزی کنی، هزینه‌اش پای گردن خودته. ببین اگه موافقی الان هر جا باشه باید بیاد دیگه. آره. ساعت 6 صبح. یعنی کجا میره تا این موقعی صبح؟ آقا تو که میدونستی پونه عشق ماشینه، میدونستی چمار اردلان رو زور کرده خونش رو بفروشه ماشین بخره. آقا باز چی الکی گفتی من ماشین رو بهت کادو دادم؟ اگه صاحبش از کانادا برگرده ماشین رو تحویل بگیره اون وقت چی داری بهش بگی ها؟ تو دیگه کاسه داغ‌تر از آش نشو. من یه حرفی واسه فان زدم، اونا نباید جدی میگرفتنش. باید ماشین رو ببرم بذارم تو پارکینگ صاحبش. اگرم از همون پرسیدن چی شده میگم آقا نداشتیم اقساطشو بدیم فروختیمش دیگه. اینجوری شاید همه چی برگرده به حال اولش. بیداری؟ آره خیلی وقت داره زنگ میخوره. خیلی وقته. کی اومدی؟ چرا سجاد نخوابیدی؟ فکر کنم ساعت 2 بود، گفتم دیگه بیدارت نکنم. من تا ساعت 3 منتظرت بودم. خب انقدر خسته بودم دیگه ساعت نگاه نکردم. 3 بود. صبحونه چی دلت میخواد؟ ساعت چنده؟ بابا من دیرم شده، چیزی نمیخورم. خدای من شکرت.
چی شده؟ پیشونی چی شده؟ دعوا کردی؟ با کی؟ نه بابا، قیافم به دعوا میخوره. با چی شده؟ چی بابا، این راننده ناشی و اتوبوس زد و ترمز سرم خورد به این میله. ببین من نمیخوام رئیس بازی دارم. خوب گوشاتو واکن، حواستو جمع کن. 2 بار مدیر کل اومد اتاقمون، شما خواب بودی. واقعا؟ بله، هر کاری کردیم بیدار نشدی. من نمیخواد انجام بدی، همه رو اشتباه انجام بدی. این درصد اشتباهه. خب انجام من کاراتون رو انجام دادم، وگرنه آبروت رفت بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته. هر کس به قدر همت خود خانه ساخته. یه ذره حواستو جمع کن. دارم همین کارو میکنم. شما اجازه بده من. چته؟ چی تابلوه؟ قیافت چی شده؟ چی شده؟ مصرف کار به من بگو. چی داری میگی تو به من بابا؟ راستشو بگو. ها؟ چیه؟ نمیخوای بگی؟ باید. آره درست فهمیدی، حسامم خورده، به هم ریختم، کم آوردم. قول میدی به کسی نگی بهت بگم. ها؟ بگونم چی شده؟ آخه این انصافه. از صبح خروس خون تا بوق سگ کار کنی، شبام تا صبح مسافر جا به جا کنی. تا کی میخوای اینقدر ذلیل و خوار باشی؟ عشق کیمیاگری داره. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. عشق نه که ایشون ماشین ور داره تو خیابون وول بخوره، شما با اون لکنتی تا صبح چون بکنی. این عشقه. طلاق میخواد. الو پوران، سلام، کجایی؟ خونه ای؟ پس ماشینت کو؟ چی میگی پوران؟ ببین پونه جون، ماشین هیچ وقت واسه آدم سرمایه نمیشه. یه دوز میتونه ظرف 5 دقیقه اون ماشین رو بدزده. اون وقت تمام زحماتی که واسه خریدن اون ماشین کشیدی به فنا میره. ما اشتباه کردیم. آینده و ترقی آدما فقط تو خریدن زمین خونه است که تامین میشه. منم به ارسلان گفتم ماشینمون رو بفروشیم. خب شما شانس آوردین ماشینتون دست دومه، زیاد از قیمتش نمیافته. ولی من اگه بخوام بفروشمش خیلی ضرر میکنم. ماشینم صفره. اگه نفروشمش من بدتر. میدونی پوران، همش فکر میکنم در حق اردلان خیلی ظلم شده. بیچاره تا دیر وقت شبا کار میکنه. بهت گفته شبا چی کار میکنه؟ توی شرکت کار میکنه. چی کار میکنه؟ انبارداری. کجای پونه جون؟ کاش انبارداری کنه. شوهرت داره مسافرکشی میکنه. چی؟ تو از کجا میدونی؟ یه شب ارسلان بعد از کارش رفته دنبالش، دیده آقا داره مسافرکشی میکنه. اینجایی؟ صحبت تغییر کردی. اومدم توضیح بیشتری بدم راجع به تغییری که ازش خبر نداری. چه تغییری؟ گفتنش آسون نیست، ولی باید بگم. ما ماشین نخریدیم. از کادوی تولد و سورپرایزم خبری نبود. ماشین امانت دوستای ارسلان بود تو آژانس. به جون مامانم نمیدونستم کار به اینجا میرسه. معذرت میخوام. سیگارتو خاموش کن حداقل، اینجا ماشینه.
مستقیم برو. شما مسافر همین خطی؟ من هیچی نیستم. یه احمق ساده دل. مثل اینکه خیلی دلت پره. خاک بر سر آن خاکساری کنند که دل به زنها بندن. با ایشان حرمت و وفا نیست. این که گفتی الان شعر بود؟ مال خودته؟ نه، یه جورایی مونتاژ کردم با وصف حالم جور در بیاد. فضولی نباشه، اما دردت چیه؟ یه کار کردم، جون کندم، آجر رو آجر گذاشتم، خشت رو خشت، تا بتونم یه خونه بسازم، برم توش زندگی کنم، نفس بگیرم. ولی لاکردار زنم خودم رو تو خونه خودم راه نمیده. درد دیگه نه؟ خودش یه قصه است، یه کوهه. شاید خودتون کوتاهی کردین. ها؟ خونه مال خودتونه؟ خونه رو به اسمش زدم. دوستش داشتم، عاشقش بودم، خریت کردم. ها؟ موشت دراز میشه؟ خریت. خب حالا زنت برای چی این کاری کرد؟ ببین ما مردا هر چقدر ساده ایم، همه کارامون الا وقتکی و همین جوریه. زنا با سیاستن، با دوز و کلک، همه چیشون با سیاسته. از هر انگشتشون فریب و دوز و کلک میریزه. فریب دوز کلک، فریب دوز کلک، فریب دوز کلک. سیاست داشتن زنا درست، اما اگه شما هم یکم دوراندیش بودی الان وضعیت این نبود. آدم عاشق فکر و عقل نداره. عشق با فکر و عقل جور نیست. وقتی عاشق که میشی مغزت فسفر نمیسوزونه. عاشق شدم که این بلا سرم اومد. یعنی عاشق کسی شدی که خونت رو بالا کشیده؟ این موقع شب آوارت کرده؟ مستقیم بود. حالا میخوای چیکار کنی؟ آدم وقتی میخواد یه کاری رو بکنه ته کاره رو میبینه، براش مشخصه، روشنه، میدونه میخواد چی کار بکنه. ولی وقتی که عاشق میشی یعنی سراب. عشق یعنی سراب. انقدر با خودش تو رو میکشونه تا غرقت میکنه. همیشه همینجوریه. از اول تاریخ همینجوری بوده تا آخرش هم همینجوریه. من نه اولیش هم نه آخریش. طلاق میخواد. منم نمیتونم مجبورش کنم به زور با من زندگی کنه. سیگارتو بکش. نیومد. تو هم خوابت نمیبره؟ دیگه نمیذارم شبا کار کنه. سلام جناب سرای. سلام. خدا رو شکر سالمی، جایت که نشکسته. اصلا خودتو ناراحت نکنی ها، زرزیان مالی فدای سرت، خدا بهت رحم کرده. سلام. سلام. بله خدا به ایشون رحم کرده خانم، ولی ایشون به من ظلم کرده. این ماشین خرج یه خانواده رو میده، اون بیچاره ها باید چی کار کنن؟ خانم محترم، این ماشین رو من 1 ماه هم نیست از کمپانی گرفتم، یه دونه خال روش نبود. الان به جز خرجی که داره 80 میلیون تومان از قیمت ماشین من افتاده. من که کوتابیا نیستم، یا خسارت رو میده یا میره زندان. تشریف بیارید بیرون با هم صحبت بکنه. اگه به توافق رسیدید که هیچ، اگر نرسیدید راننده پراید میره بازداشت، فردا هم پرونده رو میفرستیم برای دادسرا.
تکا رسولی. بله قربان. تشریف بیارید. راهنماییشون کن بیرون ما هم صحبت کن. بفرمایید محبته. بفرمایید. این کی بود پیدا کردیم ما رو بیچاره کرد؟ آقا تشریف ببرید بیرون لطفا. ببخشید جناب سروان، حتی اگه وثیقه هم بذاریم بازم باید بره زندان؟ بنزل اقل 10 میلیونی خرجشه، ولی صاحبش عمون کنساس. تا 70-80 میلیون نگیره بی خیال نمیشه. حالا میخوایم با این همه خسارت چیکار کنیم؟ من میگم ماشینه رو بفروشین خسارتش رو بدیم. برفرضم که ماشین رو فروخت، نهایتش میتونیم خسارت بنز رو بدیم. بعدش رو چیکار کنم؟ با این همه اقساطش خسارت پراید رو چیکار کنم؟ دیگه بریدم، خسته شدم از این همه بدهی، از این همه بدبختی. دیگه نمیتونم. من و تو دنیامون خیلی با هم فرق میکنه، خیلی زیاد. من یه آدم بی پولم، اما تو یه آدم پول پرست و تجملی. من قانعم، اما تو نیستی. من خوشبختی رو تو چیزایی که دارم میبینم، اما تو چیزایی که نداری. من از زندگیم راضیم، اما تو راضی نیستی. راست میگفتی. ازدواج ما از همون اولش هم اشتباه. من هر کاری کردم برای نگه داشتن این زندگی، اما آخرش هم به حرف تو رسیدم. راه سعادت ما برای آینده از هم جداست. من تو رو خیلی دوست داشتم، الانم دارم، اما فقط منم که دوست دارم. عشق و دوست داشتنم برای خوشبختی لازمه، اما کافی نیست. نه حرفای خودته، یادت که نرفته. نه، یادم نرفت. منم تو رو دوست دارم، منم برای تو. تو منو دوست داشتی؟ اگه دوست داشتی که پیشنهاد طلاق نمیدادی که دادی. اگه دوست داشتی که منو مجبور نمیکردی واسه نگه داشتن زیر بار یه بدهی سنگین برم که رفتم. من قبول کردم، باشم وایستادم، تا آخرشم جنگیدم، اما نشد. دیگه کم آورد. 2 نفر که با هم ازدواج میکنن تو آخر عمر پشت همه، نه اینکه خودشون یه کاری بکنن که پدر هم دیگر رو در بیاره. این دوست داشتنه؟ منو دوست داشتی؟ تو اصلا میدونی خودخواهی یعنی چی؟ اصلا با این واژه آشنایی؟ ببین اردلان، من با بیپولی تو مشکل نداشته و ندارم. فقط با بیپول موندنت برای همیشه مشکل دارم. این راهی که تو میری امیدی توش نیست. تو برای تغییر زندگیمون هیچ تلاشی نمی کنی. تو اهل ریسک نیستی، ولی من هستم. من ازت یه سوال میپرسم. ما برای چی به این دنیا میایم؟ که زندگی کنیم یا مردگی؟ ها؟ پونه، تو رستوران با من قرار گذاشتی که از من طلاق بگیری، درسته؟ خب که چی؟ خیلی خوب، من الان موافقم. از نبودنت، ندیدنت، نداشتنت
چه دل خورم عزیز دل، کنار من بمون نرو که میبرم، به من نفس بده که دم بدم از این هوا برم. ساعت تا دقیقه ها شب و روزای پر ز دل پره، عزیز دل دلم گرفت تو نیستی و دلم پره، تو هر نفس که میکشم هوای تو داره، دلم صبورم و چه خالیم، چه دوری و چه عاشقم. هوای من زمستون، هوای تو بهاری، هوای من چه ابری، ابرک بیقراری، تو آسمون رویا تو جای ماهو داری، وقتی که نیستی اینجا یه چشم راهو داری، یه نفس هوای تازه، یه نفس هوای دریا، میدونم دلت میگیره توی بیرنگی رویا، یه نفس هوای شرجی، یه نفس هوای داغه، تو نباشی نفسی نیست، همه رنگا سیاهه. مادر جان، به خدا این چیزایی که دارم میگم فقط به خاطر خودته. حالا که پونه نیست، چند روزی برو پیش ارسلان، بذار پوران ازت مراقبت کن. اینجا رو باید تا 1 ماه دیگه به خریدار جدید تحویل بدم. تعهد کردم. اون جایی هم که دارم میرم خیلی کوچیکه، خیلی هم راش دوره، اذیت میشی. برو پیش ارسلان. خب اونم پسرته، با من چه فرقی داره؟ با پوران نمیتونم، میمیرم. من قربونت برم. مادر قدمت رو جفت چشام، من فقط راحتی تو رو میخوام. غلط کردم. سام، مامان چای تو بخور. نمیخورم. چرا بابا، مگه با ما قهری؟ خانم قنات داره دیگه، زنم طلاق گرفت رفته، شما این خیالتون نیست، همیشه هم تقصیر شما دوتا. چرا تقصیر ماست؟ فهم کنی من بچه هم نمیفهمم. ماما میگه تقصیر تو میگی تقصیر اینه، تقصیر دوتاتونه. من میرم شما بوده. سام اینجا نمیدیا. ارسلان برادرم چه داری اینقدر زور میگی؟ داغ یه همکاری کوچولو دیگه با من بکنین دیگه. بابا حداقل پوران هفته 1 بار بیاد ببره مادرمو. بابا من که حرف زور که بهت نمیزنم که. داداش من چرا شلوغش میکنی آخه؟ پوری بنده خدا که حرفی نداره، مادره که باش نمیسازه، خودت که میدونی. بابا راضی کردن مادر با من. خیلی خوب، راضی کردن پورانم با من. باشه دیگه، دست در نکنه. باش، خداحافظ. خداحافظ. آقای شیدا، اگه کمکی از دست من برمیاد تعارف نکنید، خوشحال میشم کمکتون کنم. دست شما درد نکنه خانم، خیلی ممنون، راضی به زحمتتون نیستم. منم حاضرم، اگه بتونم کاری انجام بدم زحمتی نیست، وظیفه انسانیه. خواهش میکنم خانم، دست شما هم درد نکنه، خیلی ممنون. راه حل اینه که ما برای شیدا دست بالا کنیم. مشکل مادرش یه طرف قضیه است. شیدا شام نمیخواد، نهار نمیخواد، رفت و رود نمیخواد، اتو شستشو نمیخواد، که همدم میخواد.
خوشگلم من تو رو میخوام. یه باشو تو من قرنه منو بر شهر بازی میبرمت قربونت برم. من بابای خالی من بدم میاد. شیطون چای من بوده. چیزی شده؟ چی کشیده این پونه از دست مادر جون؟ والا حق داشت جونشو برداشت در رفت. 2 ساعته دارم نیلی به لالاش میذارم، همون بردمش، قربون صدقش میرم، اون بجاش چیکار میکنه؟ یه سری به من ناسزا میگه. من این دفعه رفتم ولی دیگه نیستم. یه فکری براش بکنید. عزیزم آروم باش، ذره تحمل کن. این دوتا آشتی میکنن برمیگردن سر خونه زندگیشون. اون وقت ما بده میشیم اینجا. اوه کجای کاری؟ مثل که خبر نداری یا؟ حرف دلته؟ میشناسمت، میدونم که نیست. حرف دلش نیست. بفهمید. خیلی خوش اومدین. لطف کردید. ببخشید دیگه. خواهش میکنم. با اجازهتون. شب خوبی. خدا نگهدار. زنده باشین، زنده باشین. من که خیلی خوشم اومد. اگه پونم رضایت بده دیگه حله. نندازی پوزه باش. خسته نباشین. سامان ارسلان بیا. مامانی اذیت نکن. مامان با اجازهتون. خداحافظ. خسته نباشین. کاری نداری مامان؟ قربونت. خیلی خسته شدی. قربونت. کار داشتی زنگ بزن. خیلی خدا. خسته نباشین. کاری نکن. بذار مامان بشینه. خداحافظ آقا اردلان. حالا که دوتایی تنها شدیم بگو برنامه چیه؟ برنامه چی؟ برنامه زندگی دیگه. تو تو سن و سالی نیست که باری به هر جهت باشی و زندگی تو مف ببازی. سنت که بره بالا نمیتونی انتخاب کنی، نه انتخاب میشی، نه به عشق میرسی نه به تفاهم. باید تجدید فراش کنی. اگه مامانت در رو ویلچر بیفته چی میشه ها؟ میخوای بحرانای رویت حل شه، تجدید فراش کن. رئیس جان نه حالشو دارم نه حوصله‌شو. از همه مهمتر پوله که اونم ندارم. اوضاع احوال روحیم هم که میبینی دیگه داغونه. موردایی برات پیدا میکنم که با پولشون اشباط کنن. ماشین بعدی سوارشون نگاه کنی همه رو. اینجوری نیست که فقط مسئله روحیت میمونه که این دیگه به خودت ربط داره. اگه میخوای زن اولت برگرد و مصیبت از اول شروع بشه دیگه نه اون اصلا اون که نه خودش دیگه میخواد برگرده، نه دیگه من میخوام برگرده. نه خب پس خودتو تو قبرستون گذشته دفن نکن، با آینده فکر کن، امید داشته باش.
امید شفا نمیده ولی درد رو قابل تسکین میکنه. اگه خودت نمیتونی من هستم، نموردم که. درسته رئیستم ولی رفیقتم هستم. تو فک و فامیل من پر از دختر مجرد و خوشگله. همین دختر خواهر زنم. اگه اونم نپسندیدی باز موردهای دیگه هست. نجیب، عفیف، خانم، خوشگل، خاندان، قرمه سبزی درست میکنم، انگشتاتم تو میخوری. اصلا مهمتر پولدار. ولی اول باید بریم دختر خواهر زنم رو ببینیم. میدونی خودت دیگه اون مهمتر اول. شیدا جان از خود پذیرایی جسارتا خدمتتون عرض کنم که این یه مجلس خواستگاری نیست، مجلس معارفه است. آقا شیدا هم همکار من هم دوست با وقارم، فرشته جانم که دیگه عزیز ماست. من خواستم این دوتا هم دیگه رو ببینن، با هم صحبت کنم. به تفاهم که رسیدن آقا شیدا با خانواده‌اش حتما تشریف میارن برای خواستگاری. دست درد نکنه. این بود اصل مطلب دیگه. بله شما لطف دارین آقا محسن، محبت کردین، دست شما درد نکنه. ایشون فرمودید هست همکارتونن، مثل شما کارمندن دیگه. بله همکار من هستن ایشون. حقوقش هم قد شماست؟ قد حقوق؟ نه عزیزم، محسن رئیس دبیرخونه است، ایشون هم کارمندشون هستن، قطعا حقوقشون یکسان نیست. تو رو خدا فرید جون یه وقت به خودت نگیری یا، ولی این دور زمونه زندگی کارمندی خیلی سخته. فریبا این چه طرز حرف زدنه؟ آدم بهش بر میخوره. ما هم زندگیمون کارمندیه، ایرادش چیه؟ یه وقت به شما جسارت نباشه میبخشید. بچه‌مو که از سر راه نیاوردم فرید جون. 1000 جور امید و آرزو داره. بعدم 1000 جور خواستگار داره، دکتر، مهندس، دانشجو، از هر طبقه‌ای که بگی. از هر انگشتش هم یه هنر میباره. دستم که نمونده. بره برگرده با 1000 تا حسرت آرزو به دلش. چشم که به چشمت افتاد دیدم این عزادارا و مصیبت دیدار نشستی، داشتم از خنده میموردم. نمیدونم چجوری به خنده ولی لازم بود. ما باید از این مرحله میگذشتیم. حالا دیگه میتونیم در مورد اون کیسی که باید صحبت کردم فکر کنیم. ساعت 11 شب شد، شام بکشی؟ پس پونه چی؟ و اگه قبول بیا تا الان میومد دیگه. هدف شما از ازدواج چیه؟ هدفی ندارم. یعنی فکر میکنم یه جورایی خودم هم تومه هدف یکی دیگه شدم. نمیفهمم. حق دارید. اصلا حالا شما چرا میخواین ازدواج کنید؟ منم تابع خانواده‌مم، چون اونا میخوان منم قبول کردم. همین؟ بله. ظاهرا هیچ کدوممون نظر جدی واسه ازدواج نداریم. یه جورایی به خاطر اطرافیانمونه که اینجا نشستیم. چیکار کنیم حالا؟ شما نظر بدین. والا من هیچ مهارتی ندارم تو این شرایط، نمیدونم چی باید بگم. اگه شما نظرتون مثبت نیست میتونیم یکی از ما 2 نفر جواب منفی بدیم و قائله رو ختم کنیم. یا اینکه چی؟ یا اینکه راه حل اول من گفتم، راه حل دومم شما بگید. حتی اگر برخلاف خواستتون باشه؟
اگه راه حلتون انسانی و منطقی باشه ضرری توش نیست. میشه راه حلی براش پیدا کرد، ولی واقعا مگه چاره دیگه هم هست؟ من به خاطر خانوادم محدودیتایی دارم که نه نمیتونم بگم. شما چرا چاره دیگه نداری؟ کارمون تموم نشده. شیدا جان یه لحظه. جانم. ببخشید به من ربطی نداره، زندگی شخصی خودته، ولی یه سوال برام پیش اومد. جان. تو با این دختره خانم ناظری میخوای ازدواج کنی؟ آره. حتما عزیزی بابت این کار ازت پول خواسته. چه فرق میکنه؟ فرق میکنه دیگه. حتما بهت گفته دختره ماهی داره، پول داره، چند دهنه مغازه داره. آره گفته؟ آره. هیچی نداره. با تنابه عزیزی تو جا نرو. قبلا هم تو شرکت سر امیر سالار جعفری این حرکت رو پیاده کردن، قضیه لو رفت، اونم جا زد. ولی آخه من که پول اون دختره برای من مهم نیست اصلا. من بهش چشم داشتی ندارم. من فقط انسانیت و شخصیت اون دختره برام مهمه. اردلان جان وظیفه شخصی دوستانه من بود بهت بگم، خودت میدونی. ان شاءالله که خوشبخت بشی. هیچ کس راضی نیست. مامان شهری اصلا حال هوای خوبی نداره. ای کاش اینقدر لجباز نبودی دختر. نمیتونم کسی رو جای تو ببینم. کاش اصلا اینجا نیومده بودم. بسم الله الرحمن الرحیم. زوجت موکلتی شرار خانم موکلک جناب آقای اردلان. آیا به من وکالت می دهید تا شما را به عقد دائمی جناب آقای اردلان شیدا در برابر یک جلد قرآن کریم و یک دست آینه و شمدان و 114 عدد سکه بهار آزادی درآورم؟ عروس رفته گل بچینه. بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم شراره نازنین، عروس خانم، آیا به من وکالت می دهید تا شما را به عقد دائمی جناب آقای اردلان شیدا در برابر یک جلد قرآن کریم، یک دست آینه و شمدان و 114 عدد سکه بهار آزادی در بیاورم؟ آقا اردلان ببخشید، یک دقیقه با آقای اردلان شیدا کار داشتم، واجبه. ببخشید میشه جسارتا 2 دقیقه اینجا باشن، عقد جاری باشه، بعد بیان خدمتتون؟ الان برمیگردم. اردلان تو اینجا چی کار میکنی؟ همه یه کارات عجیب غریبه. من اشتباه کردم، حق با تو بود. حالا تصمیم با توه. همیشه دیر به نتیجه میرسی. دیر یا زودش مهم نیست، مهم اینه که کاری بکنیم که خواسته دل هر دومون باشه. با این جماعت چی کار کنم؟ چی بهشون بگم؟ چی داری میگی تو؟ من دوستت دارم. من دیگه هیچی نمیخوام، فقط خودتو میخوام، فقط خودتو. ولی من اینطوری فکر نمیکنم. باور کن که فقط خودتو میخوام.
ولی واقعا دیگه دیره. اگه هنوز ته دلت یه ذره دوستم داری، اگه میخوای چیزی رو به هم ثابت کنی، الان وقتشه. این خانم کیه؟ من زن سابقشم. منم زن آیندهشم. گذشته ها گذشته. یعنی چی گذشته ها گذشته؟ زنش میخواد برگرده به زندگیش. کسی مایه‌شو نداره با آبروی خانوادگی ما بازی کنه. اگه جونش سیر شده باشه. ببخشید جسا یه لحظه خواهش کنم. شما آروم باشید. بیا. ببخشید آبروی منو برده بیخ. من داری کجا میبری بین این همه آدم جای حرف زدن؟ وسط جامعه که تکلیف همه رو روشن کنه. ببخشید عزیز من وایسا آبروی منو بردی. چرا داری این کارو میکنی؟ چی کار کردم؟ ما این همه مجلس رو به خاطر تو گرفتیم دیگه، قربونت برم. چی کار کردم مگه من؟ چی کار نکردی؟ آخه چه بساطیه به پا کردی آخه. برو بابا. چی داری میگی تو؟ نمیخوام اصلا زن بگیرم بابا جون. زنم رفته بود الان برگشته دیگه. نمیخوام زن بگیرم. رسانات همه چی هم پای خودم. خونه بدو